به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم باشید. اندیشه که الان میگم اندیشه صرف شخصی من است و شاید شما نظر دیگر داشته باشید. وقتی یک حادثه به وجود میآید، یک کار رخ میدهد، بسیار فکر میکنند، اندیشه بکنند، تحلیل بکنند، نظرهای مختلف داشته باشند. البته برای یک جامعه سالم، برای یک جامعه آگاه، برای یک جامعه بیدار این کار خوب است. ولی باید کمی دقت داد که این اندیشه ها، این فکرها، این تحلیل ها به نفع ملت باشد، برای رشد ملت باشد، نه اینکه برعکس بر ضرر یک ملت تمام شود. وقتی یک حادثه با وجود میاد، در برابر محکوم کردن ما همیشه رجوع میکنیم به تاریخ گذشته بزرگ، به تاریخ گذشته تمدنی خیلی قدیمه و حرف‌های بسیار زیاد یا شروع میکنیم به شعر و داستان نوشی یا قصه و افسانه ها یا گریه و دودوبای و همیشه میخوایم به دنیا نشون بدیم که ما یک بسیار بچهای خوب هستیم، بسیار یک ملت خوب بودیم، بسیار یک ملت دارای تاریخ و تمدنی بزرگ بودیم و به افسانه بازی ها و شعار بازی های زیاد دست میزنیم. بیرون از آنه که وضع امروزه را بگوییم، حادثه امروزه را بگوییم و تحلیل از واقعیت و شناخت امروز خودمان داشته باشیم. این که ما ملتی بزرگیم، باور کنید تماشابین گرامی، در نزد من 10 کتاب است و شاید من 100 کتاب رو میتوانستم به این برنامه بیارم، به این استودیو بیارم و برایشون یک معرفی کنم و مثل همین کتابی بزرگی علامه باباجان غفور فن تاجیکان، صدها کتاب چی در مخزن کتابخانه های ما و کتابخانه های دنیا از بزرگی ما، از شهامت ما، از ملت ما میگویند. ولی دنیای امروز، جهان امروزی که ما در آن زندگی میکنیم به این کار ندارد که ما در گذشته کی بودیم، به این کار ندارد که ما در گذشته فردوسی داشتیم، مولانا داشتیم یا گلستان و بستان. اینها شناسنامه های ما هستند. اینها به این چیز نگاه نمیکنند. اینها نگاه میکنند که امروز ما کی هستیم، در چه وضعیت قرار داریم. یعنی اگر ما یک ملت بزرگ بودیم، یک ملت بزرگ هستیم، گذشته خوب داشتیم، تاریخ بزرگ داشتیم و این همه را داشتیم، الان چرا این ملت به این حال آمد و دربارش این اندیشه را در دنیا میگن؟ سیل اخبار و اطلاعات به این ملت روانه میشود و اینکه اگر ملت در یک جای دچار مشکل میشود، دچار بحران میشود، یأس، ناامیدی، نگرانی از آینده قشر بزرگ از مردم را فرا میگیرد، پاسخگوی این حالت، مسئول این حالت کی است؟ در فلسفه جهان، در سیاست جهان، در نظام امروزی جهان به 3 سوال کلیدی پاسخ میگویند. یعنی پاسخ میدن دولت، مردم، جامعه شناسان، سیاست شناسان، عالمان. یکم این که ما کی بودیم و الان کی هستیم. یعنی این خیلی مهم است. الان کی هستیم و آینده به کجا روانه هستیم. خب اگر ما وقتی که ادعا میکنیم که سینا داریم، وقتی که ادعا میکنیم فردوسی داشتیم، بیرونی داشتیم، خوارزمی داشتیم، این بزرگان را داشتیم، خب از ما امروز دنیا میپرسید که امروز شما کی را دارید؟ امروز شما کجا هستید؟ امروز شما در کجای این حادثه های تاریخی قرار دارید و چگونه از خودتان دفاع میکنید؟ البته دفاع کردن این با علم میشود، با آگاهی میشود، با اندیشه سالم میشود، با مرکزهای قوی علمی، انستیتوهای قوی علمی، تجربه های بزرگ، استحصال بزرگ و یک شرایط بهتر. ما در این کشور بسیاری از مسائل اجتماعی داریم که هر یک کدام آن در شرایط امروز پاسخ میخواهد. یعنی برای بعد نخواهد، نباید این را بمانیم. یعنی برای بعد میشود. ما نمیتونیم در این جهانی که اینقدر با سرعت پیش میرود منتظر باشیم. حتما همه این حادثه یک مسئول دارد و اون مسئول باید پاسخگو باشد به این. یعنی پاسخگو به نیازهای مردم، به اندیشه مردم، به افکار مردم. مردم منتظرند که برای امروز خودشون که در چی وضعیت قرار دارن پاسخهای دقیقی علمی و جامعه شناسی و سیاسی داشته باشند و حرف خودشون در جهان معاصر داشته باشند. ما در همین کتابا خوندیم که فلانی ها بادیانشین بودن، فلانی ها کوچمنچی بودن، فلانی های دیگرش دولت نداشتن، ولی اینها امروز راکت دارن. اون ملت‌هایی که ما میگیم بادیانشین بودن، تیاره‌های بسرنشین دارن. اون ملت‌هایی که ما میگیم در اون دوره اونها کسی نبودن، این راکت‌های دورپرواز دارن. یعنی جهان امروز به حالت امروزی ما بها میدهد. در جهان امروز گریستن، بیچاره نالی کردن، ضعف نالی کردن و اینکه ما میگیم بچه خوب هستیم، خب به کسی در کار نیست. ملت‌های دیگر از تاریخ خود، از فرهنگ نبوده خود امروز میسازن و به ساختن امروزی خودشون مشغول هستند.
اونها خودی خودشان رو امروز میسازند. امروز اونها با ما کار ندارن که این مولانا و فردوسی و خیام و بیدل و حافظ و اینقدر بزرگ و شناسنامه ما هستند، اصلا به این توجه هم ندارن. امروز میبینن که ما در چه شرایط زندگی میکنیم، حالت مردم ما چی است، چی در داخل چی در خارج، و ما با کدام سمت روانیم. آنها میآموزند بزرگی ما رو، تاریخ ما رو، فرهنگ ما رو بدون آنکه خودمون بگوییم و همیشه بالای مردم بار کنیم و از طریق همه گونه شبکه‌ها بگوییم، آنها چیزا رو میدونند. ما فقط باید با امروزمون بیشتر مشغول شویم. همون سه سوال کلیدی رو من میخوام در این برنامه دانشمندان، سیاستشناسان، علمای محترم کشور بیاین در این برنامه بشینن و به این سه سوال پاسخ بدن که ما در گذشته کی بودیم و امروز کی هستیم، یعنی چی میکنیم و آینده به کجا روانه هستیم. و از تاریخ دروغین گاه ساختن، شعارهای دروغین سر دادن و مردم رو به این طرف و اون طرف سرگردان کردن، من فکر میکنم کار خوب و عملی نخواهد بود، در صورتی که ما به موضوعهای اجتماعی، فرهنگی، علم و آگاهی امروز باید پاسخ داشته باشیم. و چیزی که ما رو از جهالت میرهاند، چیزی که ما رو به پیشرفت نائل میکند، چیزی که ما رو امروز قدرتمند میکند، این علم ما است، دانش ما است، آگاهی ما است، کتاب ما است. البته در این مورد و در شرایط فعلی که این دانشمندان ما، پروفسوران ما، اکادمیکای ما، سیاستشناسای ما، جامعه شناسان نظرشون برای امروز زندگی ما چی است، نیازهای امروز ما به کجا روانه شده است، ما از آینده خودمون چی میخوایم و امروزی که داریم زندگی میکنیم چی مشکلی ها داریم، چی کمبودی ها داریم. وقتی که اندیشه، اخبار، اطلاعات، افکار به دست گروه میغلطد، به دست توده ها و همان بانا بلاگرهای میغلطد که در قلب مردم ترس، وهم، تهدید جا میکنند، ما در آینده دوچار باز هم بحران های بیشتر خواهم شد. از این خاطر فکری ما از برنامه کتابخوان، اندیشه شخصی من در این است که ما بیشتر و بیشتر بار دیگر تاکید میکنم که با امروز خودمون مشغول باشیم و امروز نشان بدهیم کی هستیم، در کجا قرار داریم و نقطه های پیشرفت و ضعف و قدرت ما در چی است، علم ما در چه سمت قرار دارد، دانشگاه ما در کجا قرار دارند، معارف ما در چه سمت قرار دارد و کی مسئول این همه است. آن چیزی که در این ملت رخ میدهد، آن چیزی که در اطراف ما رخ میدهد، آن اخبار و خبری که امروز بالای ما اینقدر شبکه‌های داخلی خارج میریزند و مردم ما از منبع‌های گوناگون این معلومات را میگیرد، اون چقدر راه خودش از فرهنگ ملی خودش، از دیدگاه ملی خودش، از موقع ملی خودش دفاع کند و سرچشمه‌های صحیح درست باشد و بشناسد امروز خودشون. اگر ما امروز خودمون را درست شناخته نتوانیم، اگر ما با امروز خودمون مشغول نشدیم، ما به آینده بهتری نمیرسیم. گذشته در گذشته میموند. اگر ما 100 سال دیگر گویم سینا داشتیم، 100 سال دیگر گویم فردوسی داشتیم، 100 سال دیگر مولانا داشتیم و تلاش واقعی، تلاش حقیقی برای با وجود آوردن این گونه شخصان در میدان علمی امروز اگر تلاش نکنیم، ما با مفاخر تاریخی به جای نخواهیم رسید. دعوت ما از برنامه کتابخوان این است که علمای ما، دانشمندان ما، سیاستشناسان ما، نمیدونم شاعر و قلمبدستان ما وقتی که به این گونه موضوعها تحلیل میکنن، البته تحلیل ما تحلیل باید امروزه باشد. بار دیگر میگم با شعر گفتن و گریستن و ناله کردن و بیچاره بودن و ضعیف نالی کردن کسی ما را قبول نمیکند و این جهان جهان قدرت است، جهان جهان زور است و زور با زور مناسبت میکند. هر قدری که شما ضعیف شوید، هر قدری شما گریه کنید، هر قدری که شما اومدید بچه خوب هستیم، بچه بااداب هستیم، ما این قدر شاعر نویسنده‌های بزرگ داشتیم، ما در گذشته این خیلی علم داشتیم، اینو فلان و فلان، پروای کسی برای شما نداره و کسی پروای این رو نمیکند. بار دیگر میگم در جهان امروز نگاه میکنن که امروز شما کی هستید، با چی مشغول هستید و خودتان و ملتتان در چه وضعیت قرار دارید و از همین دریچه امروز برای شما مناسبت میکنند.